سلام و روز بخیر بیننده عزیزی آزادی. برنامه نوید بامدادی است که با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. من مولا رجب یوسفی تا 10 دقیقه دیگر شما را همراهی می کنم. ساعت در دوشنبه 11. نخست نگاه می کنیم به سرخط خبرهای امروز 2 ایول. طلب نو در روسیه از مهاجران اکنون معلومات نامه بیشتری طبی طلب می شود. عبیدالله رجبوف کی بود و چه خاطره های را از خود باقی گذاشت و مهاجران در روسیه از کدام حساب واکسینه می گیرند؟ فریده منصور و دکتر علم‌های طب و دختر حامد منصورов رهبر پیشین پژوهشگاه گاستروانترولوژی در سن 69 سالگی درگذشت. ایرج عینی نبیره صدرالدین عینی که از دوستان خانوادگی این پزشکی سابقه دار است در صحبت با رادیوی آزادی گفت او از چند روز به این طرف گرفتاری کووید 19 شده بود. پزشکان رسما سبب مرگ او را شرح ندادند. مرکز شفابخشی صوفیه در صفحه فیسبوکیش مرگ او را تلفات بی‌سابقه برای طب تاجیک خوانده است. فریده منصور و سالهای طولانی در پژوهشگاه گاستروانترولوژی کار میکرد. حامد منصورов پدری او سال 1959 نخستین پژوهشگاه بیماری‌های درونی در اتحادیه شوروی را در دوشنبه تأسیس داد که تا حال با نام کلینیک منصورov شهرت دارد. فریده منصور و کسب پدرش را انتخاب کرد و تا پایان عمر در این رشته کار کرده است. او عضو اکادمی ملی علوم تاجیکستان بوده در انستیتوت علمی و تحقیقاتی گاستروانترولوژی تاجیکستان و لابراتوری‌های مرکزی بیولوژی و طب عملی نیز کار میکرد. فریده منصور و از جمله چهره‌های شناخته است که سبب مرگش را گرفتاری به کووید 19 می‌دانند. روز 1 ایول عبیدالله رجبوف حجم‌نگار شناخته نیز با چنین نشانه‌ها درگذشت. در یک ماه اخیر نام حداقل 10 نفر بر رسانه‌ها راه یافت که گفته می‌شود از سیرایت به کرونا ویروس فوتیدند. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه قانون را امضا کرد که طبق آن از این به بعد از شهروندان خارجی هنگام سفر به روسیه ایز انگشت و معلوماتنامه طبی درباره نداشتن بیماری‌های خطرناک طلب می شود. این سند در پایگاه اینترنتی معلومات حقوق نشر شده است. طلبات نو به شهروندان ربط دارد که با سفر بیشتر از 3 ماه واردی روسیه شدن می‌خواهند. شهروندان خارجی باید دوام 90 روز پس از ورود به روسیه این سندها را دسترس کنند، اما مهاجران کاری وظیفه‌دار می‌شوند در دوام 30 روز بعدی رسیدن به روسیه معلوماتنامه طبی بگیرند. ایز انگشت و عکس چهره در روسیه تنها 1 مرتبه گرفته می شود، ولی تشخیص طبی برای بیماری‌های سیرایتی از جمله ویچ پس از 30 روز دوباره باید سپرده شود. این طلبات به کودکان تا 6 ساله، شهروندان بلاروس و خانواده دیپلمات‌ها ربط ندارد. طبق قانون عمل کننده مقامات مهاجرتی روسیه از خارجیان تنها هنگام گرفتن اجازتنامه استقامت موقتی یا RVP اجازت برای استقامت و یا هنگام گرفتن پتنت شهادتنامه طبی طلب می‌کردند. از مهاجران همچنین شهادتنامه درباره نداشتن سرایت ویچ، شهادتنامه درباره معتاد نبودن و نداشتن بیماری‌های سرایتی طلب می‌شود. برای این آنها وظیفه‌دار بودند از معاینه طبی دکتران مخصوص گذرند. همچنین در برابر این همه از مهاجران کاری نتیجه تشخیص فلوروگرافی شش برای معاین کردن بیماری‌های سیل طلب می‌شد. شام دیروز عبیدالله رجبوف هنرپیشه شناخته تاجیک را در قبرستان لوچاب شهر دوشنبه در کنار دیگر بزرگان علم و ادب به خاک سپاریدند. مرگ عبیدالله رجبوف مخلصان و هواداران هنرمند شناخته را حیرت زده کرد، چون هنرمند شناخته تا آخرین روز حیاتش در چهاربینی‌ها شرکت داشت. خاطره های همکاران عبیدالله رجبوف را در گزارش برات یوسفی همراه می‌بینیم. سبب مرگ هنرپیشه شناخته هنوز رسما اعلان نشده است، ولی پیوندان و برخی همکاران او تصدیق کردند که هنرمند شناخته با کووید 19 گرفتار شد و 2-3 روز اخیر در خانه بستری بود. هنرمند ساعت 14 در منزلش درگذشته است. همکاران عبیدالله رجبوف و نمایندگان مقامات برای ویدیو با هنرمند شناخته به منزل او آمده‌اند. برای من شخصا رفتن یک عبیدالله رجب همچون یک کنده شدن یک پاره کوهی بلند است، پاره بزرگی کوهی بلند. بهترین رول فاجعه فقط تنها اکای عبیدالله باز کرده میتونه. اینقدر امپلیتود کلان داشتن اکای عبیدالله، اینقدر ارودیسی عالی داشتن، اینقدر اریستوکراتی صحنه بودن. میدونید از این جهت برای من خیلی تلفاتی بزرگ است. برابری او رفتن استاد لغزاده، برابری رفتن استاد جلال اکرامی، برابری رفتن لایق از این ملت. سالهای 80 و 90 عصر گذشته اوج شهرت عبیدالله رجبوف بود.
صحنه‌های هجوی او بیننده‌های بیشمار داشتند. ارتی قادیروف هنرمند شناخته تاجیک که با عبیدالله رجبوف همکاری داشت و او را استاد خود می‌داند، مرگ او را با درد قبول کرده است. استاد همچون با من هنری برندگی و به صحنه برآمدن و همین گویا که یک اولین استاد من در صحنه، بعد همین یک سببی واخوری ما شد. و بعد این وقتی که من به تئاتر لاهوتی به کار آمدم، باز استاد تصمیم گرفتن که تئاتر در تئاتر، خصوصا که این تئاتر آینه‌ای که تأسیس یافته بود، هنوز اولی سالهای 80 در تئاتر لاهوتی تأسیس یافت. ما 3 نفر، من، عبیدالله رجبوف، استاد سید مراد مردانوف، تمام گوشه و کنارهای جمهوری را غیر از ملحق گشتیم. در سال 1991 با امضای شهرداری پیشین دوشنبه مقصود اکراموف تئاتر نمونوی آینه را تأسیس داد که یک مکتبی بزرگ صنعت تئاتر است و ده‌ها شاگردان بالیاقت را در حلقه خود تربیت کرد. عبیدالله رجبوف نه که در آوان جوانی، حتی در نمی سالهای آخر تا همین روزهای نزدیک همون در تلویزیون یک جا برآمد کردیم، در اطراف همون اسپکتاکل زنی آهنی صحبت داشتیم، شوخی کردیم، خندیدیم و در قیافه روی اونا عموما یگان درد و یگان بیماری احساس نمیشد. هفته‌های اخیر چندین نفر از چهره‌های نامدار با نشانه‌های کرونا ویروس و یا التهاب شش درگذشتند. وزارت تندرستی تاجیکستان درگذشت آنها را با کووید 19 پیوند نمی‌دهد. عبیدالله رجبوف 20 مارس سال 1941 در ناحیه دنقره ولایت ختلان تولد شده، استودیوی مهارت اکتوری نزد تئاتری به نام ابوالقاسم لاهوتی و دانشکده دولتی صنعت را ختم کرده است. عبیدالله رجبوف را اساساً حجم نگار می‌شناسند و صحنه‌های هجوی او بیننده‌های بیشمار داشتند. در زمان شوروی برای درآمدن به برنامه‌های او ساکنان روزها چپته جستجو می‌کردند. سرایت کرونا ویروس در روسیه رو به افزایش دارد. در این کشور همه روزه بیش از 20,000 حالت نوی گرفتاری ثبت می شود. مسکو به فرق از شهرهای دیگر روسیه پیشرفت است. به این دلیل هم در این شهر محدودیت‌های شدید راه اندازی شده است. با توجه به بد شدن وضعیت، مسئله حتمی شدن واکسن زنی سراسری پیش آمده است. 16 ایان روسپاتربنادزور اداره بهداشتی روسیه قرار کرد تا 60% کارمندان ساحه سودا و نقلیات، معارف و تندرستی، حفظ اجتماعی و خواجگی منزلی کمونالی و انرژتیک اعم کرده شوند. اکثر کارمندان این ساحه مهاجرانند. 18 ایان رئیس شهر مسکو سرگئی سابیانین اعلام کرد که از آغاز ماه ایول مهاجران کاری را واکسن سپوتنیک لایت خواهند کرد. روز 27 ایون پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین دستور داد که تا 15 ایول واکسن زنی سراسری مهاجران کاری راه اندازی و منبع‌های مبلغ گذاری برای این معرکه معین کرده شود. حالا در روسیه تنها شهروندان خارجی امکان رایگان گرفتن واکسن را دارند که حق اقامت موقتی یا RVP دارند. بخش یک روز تاریخ را همکارمان خیرمان بقازاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 2 ایول را فرا میگیرد. 2 ایول سال 2016 در انجمن حزب کمونیست تاجیکستان بعد 25 سال رهبری به این حزب بازمانده از ایدئولوژی حکومت شوروی به جای شادی شابدولов اسماعیل طالباکов رهبر انتخاب شد. رهبری او نیم سال طول کشید. طالباکов ماه دکبر آن سال درگذشت. 2 ایول سال 2007 دادستانی کل تاجیکستان از دادگاه عالی خواست که سازمان ممنوع حزب تحریر به فهرست تشکیلات تروریستی و اکستریمیستی شامل شود. مقامات گفتند فعالیت این سازمان مقابل ساخت موجوده روانه شده است. منعقدان آن زمان گفتند چنین تصمیم مخالف تقاضاهای طبیعت نظامی دموکراتی می باشد. 2 ایول روز خبرنگاران ورزشی است که از سال 1995 با تشبث مطبوعات بین‌المللی ورزشی تجلیل می شود. در تاجیکستان اختصاص خبرنگار ورزشی یک کسب کمچین و با اعتبار است، چون دانش و ملکه و هم توان پیگیری و تحلیل تحولات ورزشی را تقاضا می کند. بانک ملی تاجیکستان ارزش سامانی را نسبت به اسعار خارجی برای امروز 2 ایول چنین اعلان کرده است.
بیننده عزیز، برنامه نویدی بامدادی بود تقدیم از رادیوی آزادی. خبرهای از این بیشتر رو در سامانه ما با نشان www.azadi.org و صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی پیدا کنید. این آخرین برنامه نوید در هفته روان بود. برایتان روزهای استراحتی با فراغت را تمنا داریم. خدا نگهدار.